مروارید قاسمووا نخستین کارگردان زن در سینمای توجیک، مؤلف فیلم‌های در زمانش مشهوری چون تابستان سال 1943، جورا سرکار، 4 نفر از 4 سنگ و مرد متعلق 2 زن، روز 4 یونیو سال 2024 در سن 86 از عالم چشم پوشید. مروارید قاسمووا سال 1992 به این سو در بلاروس زندگی میکرد. مروارید نعیمووا قاسمووا 2 اپریل سال 1938 در شهر دوشنبه به دنیا آمده است. پدر او تاجیک و مادرش تاتار بود. مروارید قاسمووا سال 1956 به وگیک دانشکده سینمای شهر مسکو داخل شد و او را به استخوان‌های پذیرفتند که مربیانش 2 کارگردان شورتیار دوران شوروی، الکساندر داوژنکا و میخائیل چیاورلی بودند. مروارید قاسمووا در وگیک با چنین ستاره‌های آینده سینمای شوروی چون اوتار ایوسیلیانی، لاریسا شپیتکو، ویکتور توروف، گیورگی شنگلیا، گونر پیسیس همسبق بود و در خوابگاه با 2 ستاره دیگر آینده، لیدیا فیادوسی و شوکشینا و لیودمیلا گورچنکا در یک حجره میزیست. خودش قصه میکرد که حسن و ملوحتش داوژنکا را آنچنان مات مبهوت کرده بود که او را به یگان پرس و پوس به گروه خود گرفت و میگفت که این دختر حتی اگر کارگردان نشود با این حسنش نطاق تلویزیون میشود. کارگردان شورتیار سرگئی گراسیموف نیز مفتون حسن این دانشجوی تاجیک شده اظهار حیرت میکرد که چرا این دختر با چنین حسن در گروه کارگردانها تحصیل میکند. جای او هنرپیشه سینماست. اما مروارید قاسمووا در استخوان‌های داوژنکا و چیاورلی ماند و بعد ختم تحصیل با دیپلم کارگردان به دوشنبه برگشت و در تاجیک فیلم به کار پرداخت. طی فعالیت ایجادی خود مروارید قاسمووا 16 فیلم هنری و 3 فیلم مستند ساخت که اولین فیلمش قلب یخین پامیر بود و از مشهورترین فیلم‌های هنریش تابستان سال 1943، جورا سرکار، 4 نفر از 4 سنگ، بود نبود در صنف یکم بود، ایز دینازور به کجا میبرد و مرد متعلق 2 زن آخرین فیلم او در تاجیکستان و یکی از آخرین فیلم‌های تاجیک فیلم در زمان اتحاد شوروی بود. سال 1992 وقتی تاجیکستان به آتش جنگ برادرکشی فرو رفت، مروارید قاسمووا با مادر پیرش ترک کشور کرد و با دعوت همسبقش ویکتور توروف به مینسک کوچید. او در بلاروس فیلم به فعالیت ایجادیش ادامه داده تا سال 2006 یعنی تا سن 68 به تهیه فیلم‌ها ادامه داد و سپس بازنشسته شد. سال 2018 وقتی در بلاروس 80 سالگی مروارید قاسمووا را با تنتنه تجلیل کردند، در شب ایجادیش در اکادمی صنعت بلاروس کسی از تالار از او درباره آرمانی که در دلش هنوز باقی است پرسید. مروارید قاسمووا در پاسخ گفت میخواهم یک بار دیگر دوشنبه رو بینم، در کوچه‌هایش قدم زنم. آرزویی که این استاد شورتیار سینمای تاجیک اکنون با خود به گور میبرد.